ایاس که رپرتر نداریم داشتی میتونست تریاردر بشه اگه این کارهایی که الان مثلا 2-3 سال رپرها دارن تو ایران میکنن این میکرد. کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم جانم بدن این که دارم بهت میگم مال سال 2015 خود یاس به من شخصا تو خونه خودش دقیقاً نشون داد که چه دیلی رو رد کرده، چرا این کارو کرده. یاس تنها کسی که براش پیغام فرستادم و یه آدمی 15 سال پیش قبول کرد که به یاسر مجوز بده و یاسر گفت زبونم واسه خوندن تنده، دلیل بعضیا واسه موندن پنده، اونا که تو فکرشون بودن گنده ندونستن بلند میشه دود از کنده. قبض رود از تو پتا سر زبون، اون چیزی که جلو چشم آخر زمونه. یعنی یخ زدم دوباره دخترت تنور اون موقع که اینا رو گفتم کسی داوطلب نبود.